восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов. چشمه‌های از محبت نورشرار دارد پدر، سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان و امروز جمع تبریکاتی شهنان در دهه آهلیک عزیز در دامنکو برای تبریک کردن جشن زادروز اهرارمک آمدیم. امروز به خانواده شادروان حاجی همدان بابا صفیه آنه که در این کاشانه زیبا، البته بزم زیبا جشن زادروز شده ایستاده است، همراه هیچ مایان خواستیم به هم بینیم. امروز تبریکات را از نام زرین آیتی، از نام نورمتکه، از نام سعادت آیتی و از نام کلین پاشا فرزان آیتی تیار کردیم و همراه هیچ مایان میخواهیم به هم بینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، مهمانان خانواده بابا جان و آمد جان، من گویم خطا نمیکنم، مهمانان خانواده حاجی همدان بابا صافیانه، همه شما را به جشن زادروز آمد جان عزیز ما اهرارمک خوش آمدتان میگویم. برای اهرارمک خدشخاله تا قرصک میزنیم، به نظام تکلیف میکنیم. خدشخاله باید یانشان بر اهرارمک زادروز مبارک، روز تولد را، میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگویم. انامه کی آمدیم تبریک کنیم؟ از نام در مسافرت گشتگی پاره قلبی شما، از نام ماهتاب خاندانتان، چخیلی که گفتم هم پدر هم مادر من، دوست بهترین مصلحتچی من، خبرگیرک من، کوه و پشت و پناه من، پدر عزیز و غمخوار، برای من تمامی هستی بود و نبودشان را فدا کردگی انسان، در زندگی مهربان ترین شخصیت امروز زادروز دارند. رفته از نام من تبریک کن حسین جان، برای تو احمد جان میشوند در خاندانی بابا جانم یک روز خرسندی است. براسان که دوست میدارم شونه یاد کردم عذر پرسکی در روز زادروزشان، در روز تولدشان یانشان به ایستاده نتونستم. میخواهیم 120 ساله شوند و دم پیری و دولت پیری را دیدن نصیب کند. خدا کند که برای من، برای دادرم نورمت جان کچ قوت یادو، همین پدرم و همراهی مادرم، همراهی امجان ها یک جای به زیارت کعبه الله فرستادن نصیب کند برای ما. در آن کاشانه زیبای حاجی بابای من که از اولین ها شده، از آهلیک یکمین شده شخصیت به حج رفتگی انسان، در آن کاشانه باز حج آشی ها شود و برایشان رسان که ای پدر جان خاک پایت می شود، ای پدر جان خاک پایت می شوم، وقتی پیری من عصایت می شوم، با همه دار و نداری زندگی روی حولی کفش پایت می شوم. امروز
ما قریب یک هفته باز همراهی زرین آیتی صحبت میکنیم. گفتن از نام من، از نام نورمتکت، از نام سعادت آیتی، از نام کلین پاشا فرزان آیتی تبریک کنم. سخنهای مرا رسان. زندگی پستی و بلندی های زیاد داشته است. همین پستی های زندگی به قوت دل من شده، مرا رو افتاده نکردگی انسان و همیشه من به پدشکه کردگی من دعاهایشان کردی من الان خیلی به درجه ها رسیدم. خدا با شکر، بودنشان با شکر میگویم. زادروزشان مبارک باشد. باز به من روزی مولودی پدر می شود. باز به من زادروزی جشن پدر می شود. باز به من سال نو آید به گلباغی وطن. باز به من در دیارم سال دیگر می شود. باز به من جمع یارانم به درگاه پدر. باز به من جمله گردی خانه پدر می شود. امروز برای پدری من چقدر سخن گوید کم است. همیشه صحت سلامت گردم. زادروزشان مبارک. و البته در این دنیا که اصلا کتاب قیمت بهاترین است. اهرارامک خدا کند که ایزی پای قدمی حاجی همدم ما را زیر کرده باشد و انمی کاشانه زیبا و باز حج آشی ها شود. گفته برای شما کتاب قیمت بهاترین را آماده کردیم. کتاب قرآن را یک جای پیشکششان میکنیم. مرحمت. زادروز مبارک. بچه خاله شما با رحمت، هزار رحمت برای مهربانی، برای مهر و محبت، صمیمیت از این فرزندانتان برای بودنتان شکرانه میگویم. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بیمانند او را سالها پرورده ام، می هم با شادمانی سر به پای مادرم. برای مادر عزیزم رحمت گوید که از تمام هستی پدرم خبردار هستند. همیشه دمی پیری و دولت پیری را دیده گشتن نشان نصیب کنند. گفتن علامه گلدسته زیبا را از نام فرزندان قبول کنید. مرحمت. که صحبت کرده میگن که دادا جانم رفته گو که من یاد کردگی وقت با انمی توفه ما را گیرن و کشن و همون سخنهای پند آمیزشان هم من برسانم. چرز انهمین پدرکه من دادگی مرا دعا کنند و هر بار دیده از چهرهشان من خرسند شوم. حالاکی ها آن یاد کردگی آن برای گفته برای شما البته تلفن آوردیم از نام فرزندان، از نام زرین آیتی قبول کنید. مرحمت. فقط خودت هم نبیرابا میدادگیست است. مرحمت. قبول کنید. زادروز مبارک باشد. البته باز توفه ها هست از نام اهل فرزندان، از نام زرین آیتی، نورمتکه، سعادت آیتی، فرزان آیتی. مرحمت. توفه ها را قبول کنید. مبارک باشد. عمه جمعگل قزی خاله استر بید شما گفتن رحمت عمم با راسته قزی خاله حاضر تا آمدن صحبت کردیم. در این راه گلی محکم شد که از فرهایشان آن گفتنی هایشان را برای شما رساندن برای ما دشوار است. اما جان مهربانی من بسیار دشواری های زندگی سر من آمد. مرا هیچ وقت تنها نگذاشتن. جاش آمد شبها آمده همراهی من همراهی کردن. خدایشان با شکر. مرا مردانوار زندگی کردن و آموزاندن. ثنا بادا به زنهایی که مردن. هزار رحمت بودگشان با بسیار یاد کردم. من هزار راضی هستم از این خیلی امم این خیلی انسانی بزرگ. چقدر توفه کنیم برایشان کم است. کم یک از همون ثروتی من برایشان توفه تیار کردم. گفتم برایتان از خاله قبول کنید. زادروز روز خرسندی در این کاشانه برادرتان مبارک باشد. یک قرصک زنه برای کسی خاله می ارزد. چقدر قرصک زنه می ارزد برایشان. مبارک باشد. همایون شاه همینجا می آمده است به همایون شاه. همایون شاه کنی همایون شاه سنت الله هم همینجا می سنت الله روی اینجا نشان یا هست توفه های همایون شاه کنی خدمه همایون شاه توفه شد تیتان. مرحمت.
زادروز مبارک باشد و البته سنت الله براست به سنت الله و روین جان مبارک باشد. خواهران کار تیار می کار برای بریدن شیرینی و اعتبار خورا شما باید یادشان بر یادشان ما نزدیکتر میستیم اما ها بچه خلا هم ما یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. جشن زادروز 65 سالگی میلادی عمر را برای امک جان عزیزم مبارک باشد میگوییم. Стали звезды на год взрослей, лист сорвался с календаря. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, любых желаний исполнения. И телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог. اعتبار خلا به نزدیکتر تشریف را تبریک کنیم برادر و مرحبا. السلام علیکم خواهر و دخترکای عزیزم، جیانکای مهربان. اولا همه‌کتون خونه پدر و مادرم خوش اومده. از این فرصت استفاده برده اکم رو به این روز زادروزشون تبریک میکنم. لیم سر بدرویم سری مامان به ساق سلامت گردن، سری بچه پاشون و نیورهاشون با همه وقت روزکای نیک بگردیم، همدیگری روزای نیک ببینیم. همه یکتون خوش آمده، نوری دیده تاجی سر میگون. رحمت خزی خالا مرحمت. سلام علیکم مهمان و میزبان گرامی، اجازه دید از این فرصت استفاده بده برای ینگملوان یک مشتاش درجهشون گذاشتگیش به ینگملوان تبریک میکنم. اکم هم با روزی زادروزشون تبریک میکنم. همه وقت سال سلامت باشن، دیگرشون خوش پیر شن. زرینم هم رحمت من اعتبار قدم مامان با همه خیلی توفای پیرسون در رحمت که جای باشه رحمت های مسافری باید ساق مات گردن. بچه خالا مرحمت. فقط رقص است که تمید. خیر فرزندان و جیانها معلمه مرحمت. سعودا دایته مرحمت. و همه رقص است که تمید. خیر اتوامک حتی تبریک کنید خدا تو. کوئی منا عمر شکیا لوفتگی جوری نال برو آرو تبریک میکنم سال بعد رو همین درگاه سوی پیشا همین درگاه با مون تو گفته میبین لویم سال بعد رو بیمار نشا. رحمت از نام جیانها مرحمت. oğlum saat badure çok selamat geldi to تو تبریک میکنیم دیگه شنیت که باشیم یا تو دوم رسد رحمت سلامت باشد. زادروز مبارک. amadayız bara amadayız bara خزی خالا به فکر همه میکروفون عریش کردن در کار رو بسیار شرفا میره فقط گریه میدرانیم آخر خودم هم گریه کنه یاد نگیریم شد. اکنون نوبت رو برعکسیم. اهرامک 120 ساله شوید. در این کاسانه زیبا فقط جایی کنید و ما آماده شما تبریک کردن نصیب کند. اعضای دادرتون، اعضای پدر عزیزم، اعضای مادرم، اعضای اهل عائله‌مان شما را تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت گردید. شما باز یک امکی ما هستید. ما رو البته در قلب خود با حرفای کلام نوشتیم. مرحمت زادروز مبارک باشد. چیکار کنیم
چشما دختر روزگار بیا کنه آخ شیرین زبان انا بلن متوته تاجیک جگه پروته یا کجا کجا ده باشم نقد پروته بنی بچه بیدار تشکین باوش آمده دار اد بزگه بقش نیست تاجیک میاز بگن انا بلن متوته تاجیک جگه پروته یا کجا کجا ده باشم نقد پروته السلام خوش آمدید نظمی کار سلامتید که ای بازن آمدید ای بچه خوش آمدید السلام خوش آمدید نظمی کار سلامتید که ای بازن آمدید ای بچه خوش آمدید انا بلن متوته تاجیک جگه پروته یا کجا کجا ده باشم نقد پروته
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در خانواده حاجی همدان بابا مهمان شدیم. امک عزیزم رو در جشن زادروزشان تبریک کرده. لحظه های خرسندی شادیانه این خانواده این سلاله را نیز همراه شما با هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید، با شبکه شهنان و خود را احتیاط کنید. سلامت باشید. زادروز مبارک. رحمت کلون رحمت کلون رحمت کلون رحمت